اطلاعیه مهم صرافی پارسا. هم میهنان مقیم سوئد، توجه داشته باشید. معاملات ارزی با صرافی‌های غیرقانونی که زیر پوشش مشاغلی مانند آژانس هواپیمایی، فرش فروشی، طلا فروشی، خاروبار فروشی و نظایر آن در سطح سوئد فعالیت می‌کنند، غیرقانونی بوده و برای شما دردسرساز خواهد شد. پلیس مالی سوئد فعالیت صرافان غیرقانونی را زیر نظر دارد و مطمئناً در زمان لازم با آنها برخورد خواهد نمود. شما مراقب باشید که در آن زمان همراه آنان گرفتار چنگال قانون نشوید. مقامات سوئد در چارچوب قانون اجازه معاملات ارزی با ایران را می‌دهند. کسانی که قاچاقی صرافی می‌کنند، اشخاص طمعکار و قانون‌گریزی‌اند که حاضر به پرداخت هزینه‌های کار قانونی نیستند. شریک جرم این گونه افراد نشوید و آینده خود را در سوئد تباه نکنید. برای اطلاع از قانون و شیوه قانونی معاملات ارز با ایران به سایت صرافی پارسا به نشانی www.sarrafiparsa.com مراجعه فرمایید.